سرخط مهمترین خبرها: وضع نظامی در کره جنوبی بیکار شد. هشدار سفارت به شهروندان تاجیکستان. یک هفته شد درمانده ایم. احوال مهاجران تاجیک در فرودگاه ژوکوفسکی و پوتین و اردوغان درباره سوریه گپ زدند. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 4 دکبر سال 2024 است. برنامه را از یک خبر فوری شروع میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان سنه انتخابات نوی پارلمانی در کشور را اعلام کرد. فرمان پرزیدنت صبح 4 دکبر نشر شد. بر اساس این فرمان 2 مارس سال 2025 در کشور انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی برگزار می شود. انتخابات برای اعضای نوی مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان باشد 28 مارس سال 2025 گذرانده می شود. وکیلان هر دو پلاتای پارلمانی تاجیکستان برای 5 سال انتخاب می شوند. از 7 حزب سیاسی تاجیکستان که بیشترشان جانبدار حکومت فعلی گفته می شوند، برای انتخابات هنوز آمادگی خود را اعلان نکردند. در انتخابات های گذشته شکایت ها از تقلب جای داشت. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که قریب همه انتخابات های تاجیکستان را نظارت می کند، هیچ یک از این معرکه ها را شفاف و مطابق با معیارهای بین المللی ارزیابی نکرده است. جزئیات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. بعد اعتراض پارلمان، پرزیدنت کره جنوبی حکومت نظامی در این کشور را بیکار کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی پرزیدنت صبح 4 دکبر خبر داد. به نوشته خبرگزاری ریان خب، دیرتر این تصمیم در جلسه حکومت هم تصدیق شد. شب 3 دکبر پرزیدنت کره جنوبی در یک سخنرانی در این کشور حکومت نظامی اعلان کرد. یون ساک یال در پارلمان با مخالفت روبرو شد و وعده داد که نیروهای ضد دولتی را از بین خواهد برد. و مخالفان خود را به هم نوایی با کره شمالی کمونیستی متهم نمود. یون ساک یال در اظهارات خود اشاره نکرد که چه چاره خواهد اندیشید، ولی از طرح پارلمان برای اظهار بی‌اعتمادی به بعضی دادستان‌ها و رد شدن لایحه بودجه دولت یاد آورد. این اقدام که از سالهای 1980 در کره جنوبی دیده نشده است، فوراً از طرف مخالفان و رهبر حزب محافظه‌کار خود یون محکوم شد. رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رایترز گزارش دادند که نیروهای نظامی کره جنوبی قصد درآمدن به بینای پارلمان را داشتند، اما با مقاومت کارمندان روبرو شدند. بنا به گزارش‌ها ساعت بعد نمایندگان مجلس دستور حکومت نظامی را به اعتبار اعلان کردند. طبق قانون اساسی کره جنوبی، بعد این رایدهی رئیس جمهور باید فرمان را بیکار کند. در همین حال سفارت تاجیکستان در کره جنوبی از تاجیکستانی‌های مقیم این کشور خواست آرامی را نگاه داشته توصیه‌های مقامات محلی را رعایت کنند. سفارت همچنین از شهروندان تاجیکستان درخواست نموده است که از اشتراک در چهاربینی‌های عمومی در کره جنوبی خودداری کنند. مقامات تاجیکستان گفتند که تاجیکستانی‌ها در حالت‌های غیر انتظار می‌توانند به سفارت زنگ زنند. بینندگان عزیز، اگر کدام از شما فعلا در کره جنوبی هستید، لطفاً به ما نویسید که وضعیت چگونه است. بینندگان عزیز، دیروز ما درباره درماندن یک گروه مهاجران تاجیک در فرودگاه ژوکوفسکی مسکو گزارش داده بودیم که به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند. بعد پخش برنامه، گروه دیگر مهاجران هم با فرستادن ویدیو بر رادیوی آزادی گفتند یک هفته است که در فرودگاه ژوکوفسکی و در شرایط سخت به سر میبرند. ویدیو را اینجا ببینید. این آقا جان، نگاه دیدی آقا جان، اینا هم مدن اینجا، نه آقا این آقا اینا جای خوب، این آقا اینا مردم دیده آقا جان، این آقا جان بینه چه خوب آقا، من آقا. مهاجران میگویند که شماره آنها حدود 40 نفر است. به گفته مهاجران، آنها چند مرتبه تلاش کردند به سفارت تاجیکستان در روسیه تماس گیرند، اما به زنگ‌هایشان پاسخ ندادند. مقامات تاجیکستان هم وضعیت را شرح ندادند. بیکا بیرادزه، پرودیوسر بخش گرجی رادیوی آزادی، روز 3 دکبر از بازداشت رها شد. بیرادزه روز 1 دکبر در مرکز تیفلیس در راه به سوی پارلمان مورد حمله قرار گرفت و بازداشت لاتوکوب شد. وی بعد رها شدن از بازداشتگاه موقتی به خبرنگاران از لحظه دستگیر و شکنجه شدنش نقل کرد. در این باره زرانگیزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. بیکا بیرادزه، خبرنگاری آزادی، در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روز 1 دکبر در نزد بینای پارلمان از سوی پلیس دستگیر شده بود.
آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینای حکومت بردند. آنجا را پلیس محاصره کرده بود. آنها داد زده میگفتند که مادر تو ژورنالیست را. به نقل خبرنگار پلیس او و بازداشت شده های دیگر را لطوکوب و شکنجه کرد. مرا بیرحمانه زدند. به نزد یک مسافربر سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا به جز از من 6 نفر دیگر هم بود که لطوکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده میپرسیدند که شما انقلاب میکنید. میگفتند که شما همجنسگرا هستید. وکیل دفاعی برادزه گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند. در سند بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم. تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 شب ادامه کرد. صبح 3 دکبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان درباره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است. دوام 10 سال اخیر چین به اقتصاد تاجیکستان 2.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. این آمار را ضمن همایش در دوشنبه فرخ یوسف زاده معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری اعلان کرده است. با گفته این مقامدار تاجیک دوشنبه منفعت دار است که با سرمایه گذاران چینی از جمله با دایره های تجارتی مضافات سنزیان همکاری را بیشتر کند. با گزارش خبرگزاری دولتی خاور، معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری به صاحبکاران چینی از اصلاحات در قانونگذاری تاجیکستان گفته است. با گفته هم مقامات و همکارشناسان، دوام 20 سال اخیر چین به سرمایه گذاری اساسی تاجیکستان تبدیل شده است. کلانترین کانهای استخراج معدن در کشور از جمله کانهای طلا و نقره در اختیار شرکت های چین است. دوشنبه از پکین حدود 900 میلیون دلار هم قرضدار می باشد. اما نگرانی ها از شفاف نبودن قرض و سرمایه های چین در تاجیکستان زیاد است. رهبران روسیه و ترکیه درگیری در شمال سوریه را بحث کرده گفتند وضع پیش آمده باید از راه دیپلماتی حل شود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان 3 دکبر تلفنی گفتگو کردند. در خبرنامه دفتر پرزیدنت ترکیه آمده است اردوغان به یکپارچگی سوریه تاکید کرده گفته است این کشور مبارزه با حزب کارگری کردستان را ادامه خواهد داد. این سازمان در ترکیه و آمریکا گروه تروریستی شناخته شده است. ولادیمیر پوتین در این صحبت گفته است که تجاوز تروریستی گروه‌های تندرو علیه دولت سوریه باید تمام شود. گفتگوی پوتین و اردوغان در حال انجام شده است که مخالفان مسلح بشار اسد بعد تصرف شهر حلب به جنگ علیه نیروهای دولتی سوریه ادامه می‌دهند. دیدبان حقوق بشری سوریه که وضعیت را نظارت دارد میگوید نیروهای مخالف روز 3 دکبر به شهر حما نزدیک شدند. با گفته این منبع در درگیری‌های یک هفته اخیر بیش از 600 کس کشته شدند که 104 نفر آنها غیر نظامی هستند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 دکبر را فرا می‌گیرد. بر اساس برخی منبع‌های تاریخی روز 4 دکبر سال 530 پیش از میلاد کوروش کبیر بنیادگذار امپراتوری هخامنشی فارس قدیم درگذشته است. کوروش احتمالاً 70 سال عمر دیده از این 29 سالش در سر قدرت بود. کوروش کبیر را از شاهان مقتدر مینامند که قبیله‌های ایرانی را متحد و قلمروهای را از آسیای خرد تا آسیای میانه امروزه اشغال کرد. او را مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر هم مینامند چون احترام به حقوق بشر از جمله آزادی اعتقاد را مهم میدانست. دکبر سال 2018 پارلمان تاجیکستان برای وارد کردن داروی پست صفت و کهنه به کشور اینچنین به بیماری‌های سرایتی ویچ اسپید و هپاتیت گرفتار کردن مشتری‌ها در دندان پزشکی‌ها و کاشانه‌های حسن از 2 تا 4 هزار سامانی و از 5 تا 8 سال زندان جزا تعیین کرد. در تاجیکستان صدها داروخانه، خدمات دندان پزشکی، کاشانه‌های حسن و سرتراشخانه‌ها فعال هستند.
دکبر سال 2009 دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه روسیه را در نقض حقوق رحمت الله نظرов یک شهروند تاجیکستان گناهکار و این کشور را به پرداخت 15,000 یورو تاوان و اینچنین 3,500 یورو دیگر خرج دادگاه وظیفه دار کرد. نظرов بر پایه اتهام ساخته 3 سال را در زندان روسیه گذراند. بعد پرونده همسان رئیس زندانی حزب دموکرات محمد روزی اسکندرов این یک دیگر قضیه کم نظیر پیروزی شهروند تاجیکستان بر نظام دادگستری روسیه دانسته می شود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 103 سوم ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سوم برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر ویدیوهای جالبی شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.